الله مجاهد کسی هست که از محبت پدر و مادر محبت الله را پیش گرفت، زن و فرزند را محبتش را بعد از محبت الله رسول لا اله الا الله گذاشت، دنیا را، پول مال را. تو میدونی از چقدر چیزهایی که تو امروز همونها را عبادت میکنی مجاهد همه اینها را ترک کرد. ترک کردن این شوخی نیست، همه اینها را ترک کرد. انمین از حقیقت لا اله الا الله ترک کرد و الا الله گفت، یگانه الله اثبات کرد و جانش به الله فروخت و رضایت الله گرفت. از مؤمنها کسایی هستند که حیاتشون فروختند، پول مالشون و تمام دارایی راشون فروختند به الله و به عوضش رضایی الله و جنت الله گرفتند. و از الله تمنا میکنیم که الله سبحانه و تعالی ما را